آنها بچه چه کنج خانه رو ما کم گرفته ششتیم اگه زن تو میره از اوسته پشتش میره اگه اوسته میره اوسته پشتش میره میخستی میرفتی که تا زن در شفاخانه قم وقت افتاد یک گلم طلاقم شدک. ای مادر تو از دل ما چی خبر داری؟ حالا ما چرا اینجا ششتیم؟ با چی خاطر؟ خب کی به تو تا میکنن و تو یک تاکس بیچاره نگرفت. بیچاره همون قشت که نکایشون بسته شد خلاص دیگه. مادر جان خیلی هر مشکل که بود به ما بگو حلش میکنیم. تو فقط دیگر خیلی دیگر خودی سایز چنده میکنم دیگه جگر کنم. تو که نباشی ما خانه و جای چی کنیم؟ کلگی که باشه تو نباشه ما چی کنیم؟ مادر آرز که بسیار جنجال دیگه تو بیال افتاد. بیچاره همش کو دیدنی دار بوده. اگر دختر که دیدنی دار بود سر تا آخری نام تو دیدنی را میبینه. بس کشتن تو میخوام از زندگی خسته شدم تو نداریم که بگو کن مرسل کانی تو نگو حالا از خشکی قدم شد چی حالت من جمله از خاطر تو شد اینم میکارونه حالا از خاطر این خشکی قدم تو شد یا کدام گپ دیگه خشکی تری چه کشیده و ما میکشم نصیب قسمت یک آدم صحیح اگه می بود یک آل ساله می بود آدم تحصیل کرده خوب می بود تو می بود اگه مثل ما ور انتقال کرد آرام باید خب خیلی از سوال نکنه آرام که ذهنش آرام شد اعصابش آرام شد با میتونیم هر مشکلی بود از پرسان کنه ما حالا فشار دیده شد معایناتش تکمیل است مریض رخصت میشه درست است قبول تشویش کنه نه صرف دیگه به دقیقاً ما بگو نه هم تشویش کرده برو خوش جان برو بیا مادر جان شکر بخورت شکر مادر جان که با پای خود آمدید دامادت تو شکر بود نزد تداوی شد شکر بله مادر جان داماد دکتر است که نمو تداوی تکرد تو کچھ دیگه پا نکردی خیر که کار نکن مریض است بس برو تو خلاص ان شاء الله پیش برو ما بچه نه سایه انداختی پیش برو سایه بهتر است از این کارا بسوزان برو الله برو شکر به می داماد کارم به می دختر کارم شکر که خوب شدی بخیر مادر جان شروع یادت بخورم کجا برو خوب شد که خوب شدی خوشی جان بخوام برو بدم سالون بشین در زنه زن ما با جان آمدی بچه نه کموچ که مریض است خیره شکر دوا نزنی که مادر باز مریض میشه خب هم دفعه ببینیم کس مادر ما جگر خون کنه تکتکش میکنه چرا در مریضی خدا بفهم یا موچ کنی چرا فردین چو باش هستیش از مذاقه خود نمیارم با خودت کنیم خیر خیر رجوع بیار مادر برات سلام علیکم سلام زن کوکو شکر که بلا بود برکت نخی حالا خوب شده یک ذره خیمار ترس یک رجوعی از اتاق می آورده برای یک رجوع بیار
پای تو درست که خیره مادر پای تو درست که خیره رجای میاره یا بیارم؟ میاره پای نور خیر سر پای خود بگیره نه درست خدا بخشی چیز بیارم مادر برات مادر چیز بیارم برات شکر مادر به سرت ما میگم شکر که بخیر خوب شده آرزو زنده باشی زن کاکا جان زنده باشی پیش آرزو کی مریم سمیرا بخوار در کالات جمع که بریم کجا؟ بریم اونجا خانه خوارم من خانه خوار نمیرم ولی میخوای من نانخور اضافگی خوار چاو؟ ها چرا نانخور اضافگی خوارم اینقدر وقت خوارم در خانه ما بود نان اضافگی ما رو میخورد خورد بود من مستم نمیرم حالا کل کوچ و بار کل چیزا رو اونجا بردیم در خانه خوارم یه کدام ما مهمانی نمیریم خب خانه خود ماست حالا تا کو خانه جور شو بخی بریم اونجا بریم میرم به یک شرط به موقع پر که گفتم قبول کن شرط مرد کسی چیز نداره بخی برو کالات جمع کو شرط نمیرم من حالا بخی بریم که بعد از چیزا تا که در خانه از یا میشینی چرا بعد از خودشون بود میشین حالا خواهر چیز میگه تو دیگه بازم میشینی من خانه خوار نمیرم بقدر که چی هستی خوب خانه تو جور که باز بیم خانه ما جور شدنی جور کردم بعد از اون باز کوچه بردم باز میریم حالا بریم خانه خود ما سونم جام کالا رو بردیم خانه خود ما خانه خوارت است خوارت یه قدر وقتم که خوارم خانه ما بود که ما آورده بودمش او کدام گپ میزد که تو حال گپ میزنی خانه خود ما سونم جام خانه خودم است کالا ظرف کل چیز از خودم است برو که قدر شلستی برو خانه بگی خانه چی بگیرم چرا اون خانه جور میشه او خانه خوارت است نمیفهم سمیرا ما که تو بچه قسم گپ دیگه تو چرا تو میکنی چرا ما آدم نیست چی هستی در خانه خانه از چی میکنی در خانه بد نیست بس از کنم چیز تا باید اینجا است سر صدای زنی میوک بکی من دیوانه که رساب به من امان کاش که پدر جانی می بود میرفتم رویشان گپ میزد میگو بخی ما اینجا اذیت میشیم ای روزگار هر طرف از خانه رو که میبینیم پدر میادیم کدام جگر خونه رو زودتر ازم تحمل کنه مختارم مادر جان چیه مادر تفصیل میگی؟ چرا احساس میگین؟ نیچه بلا قوقه کشکش میکنه تو نفهمیدی کشکش پای مادر تا؟ نه خدای مرسل بخیر دینه به یک همه چی مسخل هسته گفتم این کارا رو نکن که یابتش کنه از پاس اینجا زیاد میشه خب پیرشده دیگه بیچاره گناه داره چرا میرقم منه بگم اون دختر را داره این دیگه از پاس خیز کشته و باید گفته خود خوبش دیگه چون سلوش که داد از دیگه این باید دیگه که سباز نرم خراب کردی این باید درسته کجا خیلی از پاس میخواید تازه خود خراب بشه تازه فکرت ننه که مادرش چیز کن میشه چرا خانم چی میکنی بچیم گل میتی؟ باش مادر گل کمک اوان بر خوب کردی رک تازه شوه زنگ نزدی بزنم مامان زنگ زدم بچیم در شفاخانه است واقع رفتم شفاخانه دیگه چی زنگ چیدیم گمش که چی کار دارم در زنگشان در دیگهشان دلشان خودشان میفهمه کارشان مادر میکار که کار ندارم بچیم هیچ کار نمیم چی ضروری که کار بگیریم حالا میبودیم که مادرم نه چی میبودم مالتون اینجا بتون نانو کی جور میکنه یک دیگه کاسه کی تیار کنه و دیگه خانه قرار تلت صد مامو اونجا قرار خواه است اما قنم یک باش ما بریم در میخونه اون زن شک خواهی میکنه خودشون قرار خواه میکنه نمیخیزه که باش ما بخیزم برم خب خیر خود دامادش هست من خب به خاطر کار اومدم اوه خیر بچه ماما من میگم که دلم طاقت نکرد چیکارم کنجا بشینم چرا در گدوادی فروسی هزار زن مامای ما مریض شد دیگه نه زن مامای بچم تا جایی من فکر میکنم زن مامای تمثیل میکنه زنده باشی مریم جان زنده باشی
تیز که یک زنگ زدم بعد کل چیز جور شد. قربان بچیم خدا نگیره خدا خدا نیستم من. میفهمی دیگه. یاد نمیاد. فردین ال شفاخانه از ما و تو نبود، از مردم بود، اما قدر که به کلی خدمت میکرد با ما هم خدمت کرد دیگه. من یک زنگ زدم. چرا دیگه شفاخانه رو میشناسی؟ کبر از این بالا میکنی پورت سر. نه خوشی من بشناسم. من داماد وقت گفتن من مجبور میکنه در اونجا قزدارا ما کم گرفته بود. من خلاصش کردم. اینی هم تعریفش. دروغ هم از خدا. قرض تو گرفتی خجالت ای بکشه؟ دم شفاخانه ما خیر دعوا نکنین مادر مریض فردی نارام باش مادر مریض است. خب خیر میگذاریم بان چه. جور شدی؟ قربان تن بچیم مقصد صدا سرما شما بدن بچیم ای خدای شکر. در خانه مانده دیگه شما بخورد که در خانه بودید قربان شاپیرایرت نانوره ما ماندم دخترش مانده کجا را فهمیم؟ گفت میرم خانه که اولی هیچ کسی نیست بیاجی هم اینجا هستی؟ خانه خود را برو خمای پلاره تو چیز نگو؟ حالا زن کجا تو چی فشار شده که بالا را خوب کردی. تشویش چیز کردی باز ای بچیم نه تشویش سلما را کردت من نه؟ بچیم تشویش سلمان سلما را مادر خیر زن نیست. تصویری اگه عکس رایی کنم. بخیر کرد خیر. باز میبینیم چه خیر است. خوب دختر بودی ازش بخیر. بچیم دختران ازش فردین خوب خاطرات خوش داره. نمو دعوا کردنش هم خاطر است دیگه. اونجا که نیست سایش اینجا است تک دلک جمع باشه فردی. هم عبید ما نمیماندم. عبید ما اینجا نمیماندم. زنش هستم اینجا. حالا خود زنش هست زن خودم گرفته بیایم اونجا. هم برم نمیماندم اینجا. عروسی شد خلاص شد. تا که هستم. بخیر در برو کالت جمع کو. نمیکنم. سمیرا. بازو قدر که شلگی میکنی اینم اینجا نمیشونم میره به خانه پدرم. خانه پدر چی گفت؟ خانه پدر چی بر چی میری؟ خانه پدر چی گفت که میری؟ میرم دیگه. هیچ من نمیمانم خانه پدر. نمیمونی مستم میرم نگو. لا حول ولا قوة الا بالله. سمیرا نمیفهم که بخی ماچیم که تو چرا چی شنیدی تو که ترکایی میکنی کتما آدم مشنو هر چیز چی شنیدی فرق نیست مال چیز نشنو در مورد ما چیز شنیدی چی گپ است که تو میگی که هر شنیدی چرا قدر از خود تو بی‌اعتبار هستی درباره خود از ما چیزی شنیدی حالا خب بخیر خانه بریم در جایت بریم حالا تا که در خانه مردم باشم خود بخیر تو تا که در خانه مردم هستی تو نمیشرمی تا که روز فصل مستم یعنی تو که عروس ما تو یعنی چیز میکنی نه که او باشه و ما میباشم بخیر برو بخیر کالا مرا بخیر خانه جور نیست حالا من خانه مردم نمیرم خانه خواره بخیر برو دلت که میری دلت که نمیره بخیر مرا برو کالا مرا جور کو که ما کالا بگیرم برام برو دونو خانه است بگی دیگه چرا جور خواستی دختر قند مادر جان جور است می درختار شکر که جور هستی شکر میرم به یاد پدرم بخیر پدرم زیاد یادم میاد مادر جان دیگه پدر بچه فهم دیگه زیاد دوست دارم پدر دوست دارم دخترها که هست مادر جان میفهمین میگه اولین عشق دخترها که هست یعنی پدرش هست نه اولین عشق بچه‌ها که هست مادرش هست یک خو مادر نمی اصاب مرکزات خراب نکنین سلسله های از اینا همین جنبه خود میگم کاش پدرم میبودم روشون گپ میزد میگفت که صدا را کم میگفتن تو میره خراب میکنن بچه چی گفتم میتونی خب آدم زیاد اذیت میشه چطور اومدی مادر بیرون آمدم بیرون دیگه پای درد میکردم من دیگه بشینم دیگه چیستی دیگه میچور تو فکر تو یک کدام چیز در میچور تو فکر ما میگردم من میگفتن چور تو فکر میزنی ندارم چور تو فکر مادر برات کالا بخرم نه مادر جان کلش زارم باز خریدنی بدیم میریم بر ما بخر بر ما وضو حالا میخرم در ارزید میخرم تشکر مادر جان همه هر که کارتون میشد پیسه بگو میتونم گفتی میره که آدم شو یا پشت باید دایره ایلا که باز نشد چون کار کنیم خلاص ای خدا چون چه رفته که این دفعه دیگه نکنم دیدم خودم بچور پیر شده به سرچ فشار و یاد بخیر
تا جایی که فکر میکنم دروغ میگم بی حال کی تمثیل کنه حالا همین چی شده مریض کرد بچه رنگ زرد زار میباشه حالا بسیار خود سفید است همین چی کرده که ناک ناک را زوف مندازه چی شدش حال طلاق میشه گفت دیدی خود طلاق میگن گم شد خدا بفهم بچه کی گرفت چی شد چی نشد من هیچ خبر ندارم از این گپا اونم اینجا قرار 6 تا خیس از اینجا اومدم گفتم از جنجال گپ که تو شد من نشد کرده گفتم بخیزم مخانی خود برم بالا دپاش من بیزم من خبر داری بچه من خانی که قخوشم نیستم یکی دوم دیگه امی چی نبود زبیده این مفتم گفتم اینجا گپ سر گپ یاد شد گفتم ترکای این بکس من برای من زن میکنم زبیده چراغ در خانه بسم موجود صبر است گفت شکر این دختر خودم است خوزادیم است من پیش میخواد که فکر خدا کردم چرت خدا زدم گفتم از بیگانه کرده از این از خود آدم بگیره خوب است از این خاطر اومدم که باش مگه تو مشوره کنم که تو چی میگی رضایت داری نداری خوش هستی نیستی چی از زبیده کی است دخترش خوزادیش کی است نمیفهمی دخترش از خوزادیش است خب بیا باز گپ میزنیم به این موضوع چی گفت باز خود زبیده گپ زدی و خوش میشه که دیگه توبه میگه دیگه میگه کدام آدم خوب پیدا میشه خانواده خوب پیدا میشه باز اجمل چه بچه کاریگر بچه خوب چرا نمیتون بیا وقتش هم خونه است و گپ میزنیم هر تیپ میشه پیسه نداریم هر کس خدا میربان از بچه این نه پشت گپ نگرد امی پای خدا کردم گفتی انگار راست خدا بانه خدا یاد کنه خدا میربان میشه یکی میشه و گور شو نکار که از بچه کردن نمیدونه میشه که تم کدام دختر ما نصیبت باشه خدا میربان که یک گلاس آب گیبان نکاح کنی بی جار و بی جنجال قابل تعریف بود دیگه خوارم از باید تعریفی باشه خود چی ششتی به خبر یک چیز بیار که بخوره مادر مریض است خیره بچه خب پیسه نداری بسیار خوب خرچه میکنی من میرم چی ضرورت داری خانم با کجا نمید کو صدای تبکش دردن بس یک چیز صحیح میخوای بخوای از کسی مصرف شفخانه را مکردن کل شفخانه را مصرف مکردن از کسی خلیفه میبوزی یک زنگ زدم کل بیت پیسه نگرفت پیسه را برسی داده گفتم برو تاویل کن من تاویل کرده در جیب خود کرده دیگه ایش بربط من نمیشه قصدگان میگی آدم پیسه ندارن خوب است که بیبی جان میشناسی من برو خیبر نه من هر چی قیمت خب مادر مریض سالمی جام دوا میکنین نه دوا نیست دوا نیست دکتر است چی بیاره برد بگو اندر چی بیاره نه بگو چی بیاره بگو خوش جان برد تو خو مادرم هستی در جای مادرم هستی از همه کو چی بیاره برد در جیب مردم کاکگی میکنی در جیب مردم جوانی میکنی سرما صدا که گفتم سالا برش گفت سعید دیدیم سالای بر من معلوم است چی میکنی بیبی جان های تفصیلیت نکرده نه باش من بوگری نو کس نکنه خوشم نمیاد حال خان کاکای مریض چیز نمیگم خیرت او دوا نزنین چو باشین خب ما ببینیم از خاطر یک از شما مادر مریض به خدا تکتکتان میکنم هر کدامت که باشین دختر تو چون نرفتی خانه چی میکنی جا قدرش خانه کدام بیگانه است مادرم هم گفتم باشم اینجا تنها رئیس کردی رفته خودش گفت من میرم تو باش نه اینال برو دواخانه چی کنم جندار که پیش کنم خب گفتمش بشی حال چون او خودش جندی سگ ضرورت به جندا نداره نه آرزو جنده کرد ما روان کرد خب جنداش هم کافر بوده چی میگن تو سنگ کام هیچ کس است خاطر توش نداره هیچ اینمی خیاش نویاز نه هیچ جور نام نه این ناز از دبای نکردی ما بچه یا اونو خانه است که بگی چون که تو با چه قسم راه میرم تو چه قسم خوبی میکنم دیگه میکنم سر درد میکنم مرفت بیشی دیگه نمیشه برو بخیر بیر پیش رویت خوبی شکر که بخیر آمد زن که خدا دل کلمان آرام شد سلامت باشی بچه خدا نگیریتان زنده باشین خداوند جوانیتان بر برکت بخیر خیر شفای عاجل نصیب کنه دیگه کل وارد خوش خیمه بریم یک دفعه بیبی جان فشیت از مثل مادر دست احترام درش زیاد داشته باش نه بچه نخم مصرف کرد بر بچه نگرد مرغان بیار که یخنی برش بخته کنه چون نه بچه نه مامی الان میره مامی تو کدیر رو نگاه مردکی من میشه کاکگی تداریم یک کاکگی که برو بیار از کلی یگان تو خیلی نیست یگان تیش نگرد ما یگان میوه چیزان برش بری او باید میوه باش ما برم یک چیز برات بیارم سایز بچه برو بخیر بگری ناخت میکنه کلیه خانه خوارم بریم خانه خوارم
سعی که گپ گفتم میرم تیر خدا آورده میره. پس حال خراب است خواهیستم چیزی نمیایی دیگه. خروس تروسی که دیگه را خبر دی من میرم دیگه خانه مردم. بچه تم خانه مردم شتاله؟ سلام علیکم. Muchos no les afanan. A mí muchos me dicen que la comida mucho más torchara. A mí yo me torchara. क्या बच्चा साकी को लंगा करी حالی جلسه دی हाँ जलसी साकी ने खानी तो रही तू سر کی چیز خالی کردیم چی گفته رئیس پیشوی از با چی بگویم خوش آیی چی بگم خوش آیی آدم پیشوی از با چیز نگفته مثلا سرشانه بالا نشه باز من رقمش نسی مرو چه خندیم نتی از خندیم نتی. خستان هستم میگه با چی مانا دفعه اول آخرت باشه من بسیار گرنگ هستم در خانم قصه تکردن قصه گرنگ است برای حال بچی آمدی بچه برو که چطوره ندارم خسته هستم خودم بعد از این آمدم که مگه موش تا بگی فکرت بگیری دفعه آخرت باشه خوی گپای تو خود تو سیک سر تیپ شیپ مگه میدن سر بوتو می مگه میزنی من دیگه تر چی گفتیم سر بوتم گفتی خب من چیز گفتم من سر بوتم برو گفتی سر چی گپ بزنم خیلی ای چیز باز پیشی از همه قسم تو گپ میزنم من دوباره چیز زدم بودم گپ پیشی از یا خیسات گپ که میگی من انسان نیستم بر من بعد بر نمیخره سرم بعد نمیخره که یک حالا چی گفتی حالا من دروغ گفتم نه چی گفتم من تک سر خبر خود یک کلام گپ بچه‌ش بار آخرت باشه دیگه نخواهم دفعه چیز نمیگم تا باز دیگه دفعه باز چی خوبی نمیگم چی گفتم خیر زن کجا خویتا بسه کوچانیش بسه کوچانیش بسه وی رما تو شو سلام علیکم. سلام پدر جان سلام بیادر خوب هستی جانک سلام بسه بخیر آمدید انشالله بخیر گذشت قربان سلامت شکر که آمدین شکر که بخیر خوب شدیم زنده باشی بیادر گفتم باش که یک دفعه خرسان تکل ما میگه میرم اساسا با اجازه کجا میره پدر جان من میرم کار دارم یک ذره دیگه مقامات من کلاه میگیرم میپوشم دیگه من رفتم شکر که بخیر آمدی نان میخوردی با زنده باشی شکر که بخیر تکلیفا بخیر برطرف شد شکر که بخیر آمدی شکر که جور شدی من رفتم دیگه با امان خدا خدا اجازه بدید جان رفتم دیگه برو بچه با امان خدا با امان خدا خدا حافظ برو پناهی به خدا هیچ از پیش زن یک سنک دارد نداره چرا؟ می برچی میگن میگه زن مرده را زن بپید زن طلاق سنگ بپید می ترسه کیشم نمره بیا جانا من چطور برای دختر بود اگه دختر خبر چه خود داره نه خبر نداره بیا جانا هیچ کدام هیچ کس خبر نداره غیر من و تو زبایده جان اگه دختر خبر چه خود خدا نخته زرطرک میشن گوشه دیگه من با خدا نمیاد یادم میاد دل من دل خانه نبرای بیخیم حال دیگه قصه جان خودم نیستم بلا در پس خودم عمر من خوردیم و دخترم خدا نخصه اگر رقم نشن اگر میگه بیا کتی ما برو خوش کو با کتی ما میرم کتی خوش میکنم برات میخرم جگر تا خون نکی بتیم ما من تو بیفهمی که گاهی سرم در داره گاهی دستم گاهی پایم گاهی گمش که جنجالای دنیا زیاد از بتیم هرچی که در جنجال خدا غرق کنیم غرق شده میریم یک ذره خدا یا مستوار بگیره بتیم نه مادر جان چیزی مشکل نداره میفهمم چیزی مشکل نداره اما مشکل نداشته باشی نه مشکل ندارم دلتان جمع باشه من کدوم مشکل داشته باشم که شما هست نه دخترک زحل میگی زحل خانه است مادر خیلی زحل آمدی دیگه در پیش برگرکا چیزی که سکنیه چی درختار رو دادم باز گفتم باشه چند دقیقه اینجا بشینم دیگه اما تو آب هوای تازه چقدر خنک است نه هوای سرد داره درختار حالا مریضی را گم میکنه باش که بخیر چیز تصادف مادر جان بریم شما ما میاییم اسمش خب بریم مردی مجور نه شما بریم ما اینجا دو تصادف است ما یک دقیقه راحت باشم با او خاطر خب اگر که میرفتی بریم یک چکر خب میریم باز اگر دقیقه آوردی اگر ناوردی دیگه صحیح است مادر جان
میگم صدای که بخی مرده نکده سکرد باشه من اگر از آد داری خوش هستی از دختر یک چی باید بگیرم. حالا ما تو رو ندیدم دیگه من دیدم نه خود دیدم در چی در موبایل دیدم همونجا می سمیرا نیست موبایل داره خوبی داره موبایل کلان داشت با صداش کرد بیا تو هم عکس‌ها رو نشون بده خوب عکس‌های جوری خوبی دخترکا بودن اینا در موبایل قداشون معلوم نمیشه که بلند هستن پخچ هستن من تا عکس‌ها بیاشون در موبایل دیدم همونجا اگر از آد داری خوش داری ما بگویم یک انتخاب کنی که بریم بگیریم اگر نه خوش نیست دیگه چی بگویم دیگه بازار خونه نمیشه یه خو کار نیست مادر کلام با عجله کار کنی نه عجله خو بیاد نمیشه تو برو مورا بیبی دوی زبایده خیلی دیر شد که چی نداریم نه تو خدا کار زنو تو خونه آمدی دیگه بودم اونجا برو بیبی خود زبایده رو بیستیگه بزن خانهش برو بگی که تو پرده کنم با من نگی بخون حال اونو تحصیلات دوری نشه سبا روز یک نامبدی برای ما جور شود چیز بگویم ما دیگه چیز بگویم دختر دیگه چیز بگویم نانی از دیگه چیز برو خمال بلد کنیم نه راست میگی راست میگی گپ بزن انشالله کتشون گپ میزن بیا پناه به خدا مهربان است که از این دخترکای گلوسکا بالا نکاح کنم برای خلاص شود دیگه چقدر من اشتباه کردم که مرد پیره گرفتم سکتال خودش باز روادار نیست که خورزاده خدا بده میفهمه که اندیش خراب میشه به خود روادار است پدرم نی اینه خوزی که پدرم جوان است بس کاش خورزاده تو از مکرد بالا باشه چندان قوارم نداره دیگه خب فکر میکنم ما خیر از قضیه میگیرم میخوایم که خورزاده دیگه فضل ما بیایی توی فضل ما بیایی خدای تو چطور گرمیست برکن نیست مرزو؟ آمدن شما؟ آمدم چرا؟ چطور آمدی؟ مریض هستی؟ نیمش خبر نشده چطور هستی؟ شکر تو چطور هستی؟ شکر مادرت خوب شد؟ زدی؟ خیلی سردرد بوده مادرت خوب شد؟ شکر خوب است که آوردی میشه خدا رو شکر چی شد؟ طلای پیدا شد؟ چی؟ طلای من گم نشده پیش مادرم است چی میکنی ناسمه؟ ساخت در میکنی؟ وای خدایا یک ذره اگه هیچ وضعیتم خوب نبود دیگه این شبه چی خواب نکردیم از خاطر مادر من بخی وضعیتش خراب بود سر مادر قطعا نشونی اونجا نمیشه دیگه کاری دلیل هم از خواب بگم دیگه کجا خواب میبره در بود کرد رقم سر میره هست نید کنی بشه زدتر کن سر من خیلی خوب شد کجا میشه خوب شد تو شکر خوب شد تو بختر خوش که این زرخه خوب شد میفهمی امروز قدر وضعیتم خراب شده قد کلون ما بغض گرفت که تو سایکو ما در شبخانه رفتیم سلما نبود یعنی کمبودش قبم احساس میشد قبم سخت بود قب بسیار زیاد دیگه آرزو میدیدم سن مادر میدیدم میفتیم دلم تکه تکه میشه دیگه بار اول آخرت باشه ما قد انسانیت میکنیم تو رو سایکو انسانیت خانه ولان دختر بودی اینمی از انسانیت مسامت کمک کردم دوا کردم دکتر کردم دویدم دیگه چی کنم مجھے قرضداران رفتم رو کنش خب این قرضداران رو من قرض جور کردم نه میگم مزدارم اشتباه خطا خود نباید زگیر میدادم قرض بس خدا ایلا کردی گفتم باش که زرا چری وقت لازم میشناسم قرضم جور کردم خود جور کردم میخوام من خود در این سرک خونه ماندم چه رفت نه کلال کندم بود قرض مر جور نکردم کل چیز ما پرداخت کردم هیچ به ما مونام نداره حقش خواهی بچا کی بود که من استاد کرد کی نفر قرضدارم است خلاص هر کس تو استاد میکنی قرضدار ماست که تام باور میکنی اونجا خندیوال بودم حالا ببینی تو بشک میکنه بشک میده یا ببینی تو سعی میکنی تو هم حاضر بودی پوشاک هم حاضر بودی چی مثلا دیگه جور نمیاد خب همین موضوع گریخته شکر میگه خانه را هیچ مرام نگفته که من میرم خانه همه تغل کده برام تو چی میگی؟ زنی برجان راست میگم همه تغل کده برام میفهمی دختر شده چکن تغل که درد بکنه که برجان تو بود زیاد خیلی من بیتاب است بازانی دختر صدا کردم دختر آمد که ما تو پشتی آمد در خانه از زیادم لپی که باز کردم باز قصه کرد کجا زخ مادر
میرفتم خونه بی از تو خدا نافذی نکردم طرف همه طرف های چه خود نه خدافیزی کده و نه رب زده و نسیخان داده ها الو دیگه چی تو گفت؟ من میگم همین نزده باشم فردی غیب خدا میدانه ما میگم مال گمی من در خانه که در آمد در بازار سرقت پیش کردم کی دیده دیگه کی ده تقیبم بده دیگه او بیا جمع ایران ماندیم ما این تو پیشتی رو واز کردم در بین پیشتی هم در بین پختاش تیر کردم کی دیده نه من تقیبی داشتیم هیچ نمیفهم یا عادتت برش معلوم بودم خودم وقت دیده بوده تا خبر نداشتی؟ گم شده؟ نه اکرام گت خورده بود از پیش ما رفتم اونجا خیلی طلوی من خب مادر من دادیم کار داره به خاطر که ما پیش من گم میشه خب من گم نشده باشه کدام گپ است؟ گم شده؟ نشد خب بگو خبر ندارم خب بفهمم گم نشده نپوشیده بودیم اون روز از خاطر به خاطر که مادر منی قسم مریض شد ما شفاخانه بردیم شما خب گفتم در این خانه نمانده باشه گم نشده باشه شما تو دجله رفتین نه اون از خاطر و خیر سال چطورش مادرت آمده ولی خوبتر شده این سرم حالا بهتر شده فشار فکرم نشد مرسدا نکردی وقت آمده هیچ خبر اونجا نبودی دیگه ما سردرد بودم اونجا قرار خودم داخته بودم میفتم کاش که مریم میفتم کاش که مسلمان میگید به خدای من اقل خب او خو کلان ما بود او خو میفهمید کل چیز اقل دل ما خارم میشد یعنی ما وضعیت شده بودیم دل ما اینت شده بود گفتیم باز مادر میذاشم نمونده چه بازی رقم نشده باشه باز چطور کنیم روز مام در ما فکر بودم که باز کنم رقم نشه خدای نکرده فرق نشه خدا نکنه خدا شکر که بخیر خوب شده باز اون فردین و آداد بود که شکر که فردین هم بوده که باید نام بوده که سر میکفه خب خواهم نشدینین و خواست ولی چیست آمین چطور رفته چی نگویم خب گفته میشه که بشیم چرا رفت؟ خب میگه بگم که اونجا بیبیاتی اونجا سعودی کس نیستم گزینوز نیاید خب تو تنها چی میکنی اونجا؟ گفتم ما برم خیلی میگن نه تو باش بعد از که آبی ما بریم باز گفت که شما باید بیاریم از اون طرف اصلا با چیز دفعه آخرت باشه نه من گفتم تا دیگه دفعه به خوبی نمیگم تا دیگه رقم میگم نه گفتم چی از دست میاد که تو برای میگی تو لنگت میکنم از خانه باز دیگه اومدن حرف بزنی اینا وقت میکنم سکو والا که باجیم است اگه باجیم نمیبینی باز من میفهمم ترش کام ماتن راستی راست است که میگن که میگه باجا ردی سایت کلا باجا ردی نه نمونش تو ما اینا ما دیگه نمیتونم میبینم اونم کلا باجا یاد میاد خود کم چیزا رو بر خود برمیتی خودم میشناسی برو دیگه برو کجا برم تو بیشی من خودم میارم تو کجا برآمدی من خستم که سودا بیارم تو کجا تو سودا نبیار سودا نبیار من خودم اینجا منطقه من از جای من از دیگه من خودم سودا میارم هر چیز خودم میارم تو نام تا نیک نکنجا بی خواجت نام نکردن دیگه هستم اینا وقت چرخگیریست من میفهم کلی چیزا رو من از این چیزا وقت دیر کردی بیادر چرخانگی چیز نگی چیز چاپالسی نکو چرا یک آدمی بود آروسی کردم چاپالسی نکو دیگه نه داماد هستی چیزا رو نکو این کارش گپای بچهای کوچه است که میزنی نیست بچهای کوچه ای کاش هم مادر تا یک 4 روز مکتب روان میکرد من مکتب سر یک دو کلمه درس میخوان شاید بار تکرار کردم پشتی پیسه را مانده یا یوز کرد در پشتی مانده بود یا در نه در پشتی مانده بودم بیبی جی علمشون علم شیطان است بخدا یک که درس شیطان خواندن من چی کنم چی جواب بدم دختر ای داماد این شرم نیم عالمه خواهد که خوشیم پد کرد چی کرد مرا خواهد که نه در قوم خود از همین خاطر تلاش کرد آفرین های نیگه ما اینجا زیر گپ حالا از یک طرف نیست حالا گپ خودت گپی کلا یک اطلاع بود کم نبود بیبی آجی چه قسم بگویم این قطع بود زیر گوشش این قق بود 3 دانه کره بود انگشتر بودم ای چیزش زارید به ترقه گرفتگی خانه خراب شد کار چطور کردی؟ بخوره با آدم دوزار قدر که بدوا کنی برش دعا میشه البته بعد بلا نمیزنه و آدم که بدی هر قدر بدی کنه دم مختی روزگار است دم بدی آمخته است عادت کنه او اصلاح شدنیش ناممکن است اصلاح نمیشه چی کنم چی چاره دارم اما خوب شد که بخیر مادرم خوب شد با خدا میار لگه
که یادم می دل خودم احساس میشه. من عروسی هم بخیزار شد سرم توی چیز نشد چقدر خوشش نشد چقدر خوش بود آره چقدر شب بود خوب شد که مادرم بخیر خوب شد دیگه چیز بخیر است بازم میگه داده آرزو میگه بخیرم چیز نگفترم نه چی نگفته تو گریان میکرد تو وضعیتش خراب شده بود از خاطر مادرم یعنی این دکتر که دکتر بود آرام باشیم شما که کارا رو میکنی سر خود از فشار میاد نیازی بیده میگه تجربه پدر علم است یاد یاد کل تجربه تو میفهم رای منطقه رو با مو گلای تجربه که داشتی تجربه از گپایت معلوم میشه کل زندگی رو میفهمی از فعلا از درس که باید تجربه داشته باشی وقت ما چقدر ساده است من ماندیم امروز طوری آدم جربه میکنه باید جربه کنی چرا جربه کنم ما برات ما یه عقل نمیتونم بیاد سرما گردی کنه ما رو میشه مرا وقتی کول هر چی که هستیم حالا چی بگویم بعد حالا چی هست هدف جنی مشکل کردم چیه چی میخوایی دیگه کشیشتی پیشوی کلان های احترام مرا میگیری خب یک دستکای تماش نکنم نه از چیزای مرا تیر اینا من هیچ اصلا ندارم هیچ بچه‌ش اصلا ندارم شفاخانه خسته هستم تو خودم اونجا دیدم چی کارا انداختی هیچ برام نگاه هیچ بچه‌ام نتی حوصله تمام حالا خیر این است تا چک کرد خیال بزنیم خیر بود برو لا میگم دختر ولی گپ زدن بعد آدم میگه مردانه ولی اینجا استا چه کنار من نشانت میدم که یک نون جان فطیر است برم خودم بر شما میگم چیز کرد خب به خاطر که گفتم یکم فکر مادرم دیگه شو کلی چهار طرفش بوده که از خاطر مام کردی شیشتم خوب کردی من گفتم خیلی خانه رفتی تو خود همیجا بودی من خب بودم نرفتم تو شفاخانه کردم خب سیسته ای خدا مشم چرا یه گفت زدانم طاقت نمیکنه باید تو بگویم بیشتر خونی بر مریم گفت خبر ندارم تازانم ما باید کلگر میتونم سیدم باشم یارو بشم تو آمده میتونم میشی برم خیره مجا میکنم خواب نگره سردرد شدیم نارم گرم بود دیگه گفتم بشه ایزر سر ما درد کنم که بخی وزت آدم خراب میکنن خب ما کرد نشو نه من میشم تو برو خواه تو برو من میشم باش برم که مادرم کار کنم دختر ها دیگه یک جار تا که دید دیگه دختر دیگه بازی قد خنده و به قصرش خندیر مادر یادش میره خانه یادش میره بیادر یادش میره خیلی چی کنم او زنی ورجان تو بگو من چی کنم چی چاره دارم حالا که بفهمه این دختر چی خواهد شد اگه خسرش بفهمه خسرش خبر دارم چی؟ خسرش خبر داره که خلاقم شده حالا بخینی شیشتی قرگت بخین جمع که بار بستره رو که بریم خانه دیگه بس هست فردی مادر مریض از خیر از بانه همین مریضی چیست؟ همین مریض نگه برمه جور در آدم شده خانه نیدی؟ ما گفتم اگه میشه خور کدت بگویم که میخور دادیم اگه شما برای موبایل بگیریم چطور است اگر رضایت تو باشه چرا نیست سرم سختی سر خدا نکنه او خور خورداده را چی میگه؟ همیره گفتم باش که تو یک مشوره کنم مجبورم به اکستو کنیم به کاله دلداری هم نکش نمیشه تو چیز ما تو دیگه دیگر خانم بگیریم مورال از رو ضعیف کنیم خواهی ناخسته باست شکم لک چیز میره چیزی نشه ما میخواستم یک مدت دیگه نامزاد باشیم خب مادرم به خاطر که در خانه ما مرد نبود سلماگه که رفت مسافر شد در خانه تنها بودیم این خیر است اینجا چاشت شو دیگه برو خیر است حالا میرفتی در عروس است بازو کنه بعد است نه باز یک مادرش مریض است خیر است نمیدونم چی داره